همونطور که تو ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم، اقامتی که ما اینجا گرفتیم اقامت دانشجوییه و امروز دارم میرم دانشگاه دوکوزیلول، دانشگاهی که ثبت نام کردم توش و قراره در سال آینده توش درس بخونم رو بهتون نشون میدم. توی مسیر یه تاریخچه کوتاهی از این دانشگاه رو هم براتون توضیح میدم که اصلا چجوری بوده و از که شروع به کار کردن و رنک جهانیش چیه و یه توضیحات کلی براتون خواهم داد. کسایی که جدید این ویدیو رو دارن میبینن بهتون بگم تقریبا 2 ماه و نیمه که ما اومدیم ازمیر. اقامتمون رو گرفتیم. توی این 2 ماه و نیم اقامت دانشجویی گرفتم. حالا اگر اطلاعاتش رو هم خواستید میتونید به پیج من و دایرکت من پیام بدید و اطلاعاتون هم براتون بذارم یا ویدیوهایی که دارم میسازم رو کامل نگاه بکنید. تصمیم من اینه که هر روز این مسیر رو براتون بهتر بکنم و محتوایی که درست میکنم هم بیشتر به درتون بخوره هم کیفیت بهتری داشته باشه. بریم با هم دیگه دانشگاه دوکوزیلول. دانشگاه دوکوزیلول ازمیر داره 15 پردیس مختلف، 5,800,000 متر مربع مساحت، 17 دانشگاه، 10 مؤسسه، 1 هنرستان، 3 دبیرستان و 6 دانشگاه فنی و حرفه‌ای، 61 مرکز تحقیقاتی در حدود 80,000 دانشجو، 3,500 نفر پرسنل دانشگاه و 5,000 نفر کارمند هست. دانشگاه دوکوزیلول که به معنای 9 سپتامبر یکی از معتبرترین دانشگاه دولتی ترکیه است که این دانشگاه در سال 1982 میلادی در شهر زیبای ازمیر تأسیس شد و از اون زمان تا حالا نقش خیلی مهمی در آموزش عالی و پژوهشی علمی ترکیه ایفا کرده. این دانشگاه در ابتدا با چندین دانشگاه آغاز به کار کرد و به تدریج گسترش پیدا کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این دانشگاه تأسیس اولین دانشکده پزشکی که از روش‌های آموزشی مبتنی بر حل مسئله استفاده می‌کنند در ترکیه بوده. این رویکرد نوآورانه تأثیر مهمی در آموزش پزشکی کشور گذاشته. دانشگاه دوکوزیلول ازمیر دومین دانشگاه برتر بعد از دانشگاه اژه در ازمیره، 16مین دانشگاه ترکیه و در رنکینگ جهانی بر اساس نظام اندازه‌گیری QS رتبه 1200 رو داره. این دانشگاه داره یه پردیس خیلی وسیع در منطقه بالچوبا است که شامل امکانات مدرن آموزشی مثل کتابخونه‌های بزرگ، آزمایشگاه‌های پیشرفته و مراکز تحقیقاتی مجهزه. و همچنین بیمارستان دانشگاهی دوکوزیلول یکی از مهمترین مراکز درمانی و پژوهشی در ترکیه به شمار میره. این دانشگاه نقش بسیار مهمی در توسعه علمی و فرهنگی شهر ازمیر ایفا کرده و همچنین یکی از محبوب‌ترین انتخابات دانشجویان داخلی و خارجیه. و با بیش از چند دهه تجربه آموزشی و پژوهشی، دانشگاه دوکوزیلول همچنان در مسیر پیشرفت و نوآوری حرکت میکنه و به عنوان یکی از مراکز علمی برتر ترکیه هنوز شناخته میشه.